بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما شما در صفات الملک و الملک و الملک ایره خواندیم و حالا میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم این صفات الله را، صفت مالکیت الله را، صفت فرمان روایی ملک بودن الله سبحانه و تعالی و صفت الملک الله سبحانه و تعالی را چه قسم در احادیث معرفی میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم اول میگه که الله سبحانه و تعالی ذات با زحمت است که مالک متصرف قدرتمند هست، یعنی مالک متصرف قدرتمند هست. در امام بخاری روایت میکنه عن المغیره بن شعبه، میگه عن المغیره بن شعبه، مغیره بن شعبه رضی الله عنه روایت میکنه ان النبی صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یقول فی دبر کل صلاه مکتوبه، در عقب هر نماز فرضی خود چی میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یعنی مغیره ابن شعبه رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از هر نماز فرضی خود چی میگفت؟ میگفت که لا اله الا الله، نیست هیچ معبود به حقی که ذاتش عبادت شود و احکامش اطاعت شود الا الله، بغیر از الله، وحده لا شریک له، که یعنی او یگانه هست، شریک در عبادتش نیست. هر عبادتی که باشه فکر داشته باشین که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما تعلیم عملی میتبد. در چی؟ در تعلیم عملی میته بر ما و شما در عبادت الله سبحانه و تعالی. یعنی میگه که این قسم باید عقیده داشته باشیم که الله سبحانه و تعالی در عبادت های فکری، عبادت قلبی، عبادت زبانی، عبادت بدنی، عبادت مالی و عبادت تشریعی و تقنینی و قانونی، در این 6 قسم عبادت میگه که الله سبحانه و تعالی دیگه معبود نیست مستحق از این عبادت ها، واحد است و یگانه هست. اینال اگر کسی در یکی از این عبادت های 6گانه کسی را شریک میسازه، این شرک در عبادت گفته میشه. وحده لا شریک له، باز رسول الله صلی الله علیه و که له الملک، به الله هست فرمان روایی، فرمان روایی در دنیا و فرمان روایی در آخرت. در دنیا الله سبحانه و تعالی برای ما احکام و اینمی ارزش ها را کلش تعیین میکنه. حق الله تعیین میکنه، باطل الله تعیین میکنه، حلال، حرام، جایز، ناجایز، خوب، زشت، کل زیر الله تعیین میکنه. این حالا اگر کسی بر یک کسی دیگه صلاحیت میده، بر یک پارلمان یا بر یک کنگرس یا بر یک مجلس یا بر یک خانه یا بر یک جرگه این فیصله را این حق میده که او فرمان رواییش و او قوانین و احکام بهش تعیین بکنن، در حقیقت در صفت الملک الله سبحانه و تعالی اونا را شریک ساخته. این بسیار خطرناک است. از این خاطر میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر نماز خود، بعد از هر نماز فرض، این تعهد خود با الله چی میکرد؟ همیشه هم تعهد کرده میرفت و این بیان کرده میرفت و تشریح کرده میرفت. له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر، اللهم لا مانع لما اعطیت، یا الله هیچ مانع نیست به آنچه که تو دادی، ولا معطی لما منعت، و نیست یعنی هیچ کسی نمیتونه برای کس چیزی بده لما منعت، چیز را که تو منع بکنی، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، و منفعت نمیتونه رسانده برای صاحب سرمایه سرمایش از تو، یعنی نمیتونه که مانع مالکیت تو و حکم تو شوه. دوم، رسول الله صلی الله علیه و که الله سبحانه و تعالی ذات به عظمت است که در صبح و شام مالکیت و تصرف مخصوص از او هست. امام مسلم رضی الله تعالی عنه چی روایت میکنه؟ میگه عن ابن مسعود، از عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت است، قال کان نبی صلی الله علیه و سلم اذا امسى، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و دیگر میکرد چی میگفت؟ قال میگفت امسینا و امسى الملک لله، میگه ما داخل شدیم در عصر و داخل شدیم در شام و تمام مالکیت و تمام فرمانروایی و تمام ازی ملک و مالکیت و فرمانروایی مخصوص الله سبحانه و تعالی گشت. یعنی همین قسم که بود حالا هم هست و این همین قسم باشه. والحمد لله، و حمد و ثنا و صفات مخصوص الله هست. لا اله الا الله وحده لا شریک له، این همین قسم.
و در روایت دیگه چی میگه؟ له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. رب اسألك خیر ما فی هذه اللیله. باز میگه که رب ای پروردگار، ما اسألك، ما سؤال میکنم تو را خیر ما فی هذه اللیله، و خیر امشب و خیر ما بعدها و خیر ما بعدشها، و اعوذ بک من شر ما فی هذه اللیله و شر ما بعدها. یا الله، ما به تو پناه میبرم از شر، چون تو مالک هستی، تو متصرف هستی، حکم روای تمام کائنات تو هستی. من پناه میبرم به تو از شر ایشب و شر آنچه که بعد از این باشه. رب اعوذ بک من الکسل و سوء الکبر. یا الله، من از کسالت و تنبلی به تو پناه میبرم، و سوء الکبر و از زشتی که انسان بسیار پیر و ضعیف میشه و بالاخره دیگه عرض العمر میشه، از این هم به تو پناه میبرم. اعوذ بک من عذاب فی النار. و ما به تو پناه میبرم از عذاب در آتش دوزخ، و عذاب فی القبر و عذاب در قبر. و اذا اصبح قال ذلك ایضا. و همین قسم وقتی که رسول الله صلی الله علیه و صبح میکرد، با صبحی هم همین دعا میکرد، منتها کلمه امسینا را و اصبحنا. چی میگه؟ اصبحنا و اصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب اسالك خیر ما في هذا اليوم وخير ما بعده، واعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. این قسم دیگه رسول الله صلی الله علیه و میگه که الله سبحانه و تعالی یعنی مالک و ملک و الملک است. میگه ذات با عظمت است که رب و مالک تمامی مخلوقات است. امام ابی داود روایت میکنه در حدیث صحیح عن ابی هریره ان ابوبکر الصدیق رضی الله عنه قال. میگه ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت یا رسول الله مرنی بکلمات اقولهن اذا اصبحت و اذا امسیت. گفت برای من امر بکن چند کلمه را که من ایره صبح و شام بگویم، یعنی اذکار صبح و شام مشم. قال قل. میگه رسول الله صلی الله علیه و آله بگو که اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. اینجا میگه الله سبحانه و تعالی اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده رب كل شيء ومليكه. اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده رب كل شيء ومليكه. یعنی یا الله تو مطرح سوال میکنیم، یا الله فاطر السماوات که تو خلق کننده آسمان ها و زمین هستی، عالم غیب و آشکارا هستی، رب تمامی مخلوقات هستی، و ملیکه و مالک و فرمان روای تمام از این مخلوقات هستی. اشهد ان لا اله الا انت. شهادت میدم که نیست معبودی که مستحق عبادت باشه و اطاعت باشه الا انت، بغیر از تو یا الله. اعوذ بک من شر نفسی. یا الله، من از شر نفس خود و از شر شیطان و از شرک از کلش به تو پناه میبرم. اینی قسم رسول الله صلی الله علیه و تعلیم میداد. چهارم، ذات با عظمتی که مستحق عبادت از مغفرت کننده و هدایت دهنده است. معرفیش میکرد که الملک و مالک و ملیک این چی ذاتی هست که مغفرت میکنه و هدایت میکنه. امام بخاری رحمه الله روایت میکنه عن عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما قال كان النبي صلی الله علیه و سلم اذا قفل من الحج. میگه رسول الله صلی الله علیه و وقتی که از حج یا عمره برمیگشت، یعنی وقتی که رسول الله صلی الله علیه و از یا عمره برمیگشت، ولا اعلمه الا قال الغزو. میگه من نفهم شاید که یعنی از غزو یقول كلما اوفى على ثنیه، یعنی وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در گردنه بالا میشد، متوجه ثنیه یا گردنه را میگن که در کو می باشه در تپه می باشه، متوجه اوف خواب اوفد وقت كبر ثلاثا ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له. میگه که رسول الله صلی الله علیه و میگفت که لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. آیبون تایبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. اینه میگه رسول الله صلی الله علیه و میگفت. پس اینجا هم اینه میبینه که میگه که لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك. ملک مخصوص از او هست. و دیگه ذات با عظمتی که با عظمتش یگانه، ذات با عظمتی که
یگانه مالک روز قیامت است. امام بخاری روایت میکنه عن ابی هریره قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول یقبض الله الارض و یطوی السماوات بیمینه. میگه الله سبحانه و تعالی قبضه میکنه زمین را و آسمان ها را با دست راستش که همون دست راست الله سبحانه و تعالی مخصوص به جلال عظمت از او شایسته هست و تشبیه و تمثیلش با مخلوقات نمیکنیم. میگه الله سبحانه و تعالی آسمان ها را هم با دست راستش چی میکنه؟ امر میپیچانه. ثم یقول باز میگه که انا الملک این ملوک المرد، من فرمان روا هستم، کجا هست او فرمان رواها و پادشاه های زمین؟ دیگه الله سبحانه و تعالی ذات با عظمتی که مؤمنان مطابق حکم او حکم میکنن. اینجا امام بخاری روایت میکنه عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه یقول نزل اهل قریظه علی حکم سعد بن معاذ. میگه اهل بنی قریظه یهودیا بودن، وقتی که اینا خیانت کردن باز اینا دزگیر شدن و مسلمان ها اونا را محاصره کرد. میگه که اونا گفتن که ما ولا در قسمت ما حکم بکنه سعد بن معاذ. فارسل النبی صلی الله علیه و سلم الی سعد. میگه رسول الله صلی سعد ابن معاذ رضی الله عنه کسر روان کرد فاتا علی حمار. میگه آمد بالا یک مرکب. فلما دنا من المسجد، وقتی که نزدیک مسجد شد قال انصار. میگه رسول الله صلی بر انصار گفت قوموا الی سیدکم او خیرکم، بخیزین به مو سیدتان یا بزرگتان یا بهترتان، یا میگه بخیزین. و چون سعد ابن معاذ در غزوه احزاب زخمی شده بود و در سر مرکب کار دادن، میگه خون چک چک از پیش میچکید، یعنی چی بوده که زخمی بود. فقال هؤلاء نزلوا علی حکمک. رسول الله صلی برش گفت که تو خو کلان اینمی منطقه بودی سابق، آل امیر یهودیای که هستن، اینا گفتن که ما در قسمت ما فیصله امی سعد ابن معاذ بکنه. فقال میگه سعد ابن معاذ فیصله کرد و گفت که تقتل و مقاتلت هم، گفت باید اونم کسایی که جنگاورایشان است یا بسیار مردمای خطرناک هستن یا باید کشته شوند. و تسبی ضراری هم، و دیگه ای ضراری از اینا چی شوند؟ خانم هاشان اینا سبیه گرفته شوند. قال میگه رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که قضیت بحکم الله، همون قسم فیصله کردی که حکم الله هست. یا گفته او قال بحکم الملک، به حکم اون ذات فرمان روایی که اینمی قسم حکم در قسمت ازنا کرده به رسول الله صلی الله علیه و آله. وحی محمد دیگه رسول الله صلی الله علیه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. دیگه ذات به عظمتی که عبادت و عدم عبادت مخلوقات در ملک او هیچ نقصان رسانده نمیتونند و رزق تمامی مخلوقات در خزانه های رزق و کمی آورده نمیتونند. رسول الله معرفی میکرد که الله سبحانه و تعالی را کس عبادت بکنه در ملک چیز زیادت کرده نمیتونه، کس نکنه چیز کمی کرده نمیتونه. و اگر کل مخلوقات رزق بخورن از امر رزق الله سبحانه و تعالی هیچ چیز کم نمیکنه. سبحان الله. امام مسلم رحمه الله روایت میکنه عن ابي ذر عن النبي صلی الله علیه و سلم فيما روى عن الله تبارک و تعالی. میگه ابی ذر رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کرد از الله سبحانه و تعالی، حدیث قدسی هست. قال یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی. میگه یا الله ای بنده های من، الله میگه ای بنده های من ظلم بر ذات خود حرام گردانیدم و جعلته بینکم محرما، در بین شما هم این ظلم حرام گردانیدیم. فلا تظالموا، پس شما ظلم نکنید. یا عبادی ای بنده های من کلکم ضال، همه شما گمراه هستین الا من هدیته، مگر کسایی را که من هدایت کردم. فاستهدونی، پس از من طلب هدایت بکنین. احدکم، تا من شما را هدایت بکنم. یا عبادی ای بنده های من کلکم جایع، همه شما گرسنه هستین الا من اطعمته، مگر کسی را که من اطعام کنم، طعام بدم. فاستطعمونی، پس از من طلب طعام بکنین. اطعمکم، تا من بر شما طعام بدم. یا عبادی ای بندگان من کلکم عار، همه شما برهنه هستین الا من کسوته، مگر کسی را که من بپوشانم. فاستکسونی، پس از من پوشش بخواین. اکسکم، تا من شما را بپوشانم. یا عبادی انکم تخطئون باللیل و النهار، ای بنده های من شما شب و روز خطا میکنین، گناه میکنین. و انا اغفر الذنوب جميعا، و من تمام گناه ها را میبخشم. فاستغفرونی اغفر لكم، پس شما از من طلب مغفرت بکنین
تا ما بر شما مغفرت بکنیم. یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، ای بنده های ما شما به ضرر ما رسیده نمیتونین تا بر ما ضرر برسانین. ولن تبلغوا نفی فتنفعون، شما به منفعت ما رسیده نمیتونین تا بر ما منفعتی بکنین. یا عبادی ای بنده های من لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، میگه اگر اول شما و آخر شما و انسان های شما و جنای شما کانوا علی اتقى قلب رجل واحد، اگر کلتان یک جا شوین در قلب یک شخص با تقوا باشین، ما زاد ذلك فی ملک شیء، ای در ملک ما یعنی در فرمان روایی و سلطنت ما چیز زیادتر نمیکنه. یا عبادی ای بنده های ما ان اولکم لو ان اولکم، اگر اول و آخرکم و انسکم و جنکم، اول و آخر و انس و جنتان کانوا علی افجر قلب واحد، اگر کلتان جمع شوین در بین قلب یک شخص فاجر باشین یا کلتان گناهکار باشین، ما نقص ذلك من ملک شیء، هیچ کلگی یک گمراه باشه در مالکیت و در فرمان روایی ما چیز نقصان نمیآید. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد، اگر کل اول و آخر و انس و جنتان کلشان بین در یک خاک در یک منطقه جمع شوین، فسألونی، و باز کلتان سوال بکنین از من، فاعطیت کل انسان مسئلته، بر هر انسان همون طلبی که داشته برش بودم، ما نقص ذلك من عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، این نقصان نمیره مگر به اندازه یک سوزنی که اگر یک سوزن کس در یک بحر داخل میکنه. سبحان الله. یا عبادی انما هی اعمالکم، بنده های ما یقینا اعمال شما احصیها لکم، این اعمال شما را ما احصایه میکنم، حساب میگیرم بر شما، ثم اوفیکم ایاها، باز او را وفا میکنم، پاداش بر شما میتم. فمن وجد خیرا فلیحمد الله، اگر کسی یک خیر میپس شکر و حمد الله را بگوید. و من وجد غیر ذلك، و اگر کسی بغیر از این چیز را یافت، فلا یلومن الا نفسه، ملامت نکنه مگر نفس خدا. یعنی این الله سبحانه و تعالی یک ذات با عظمت و ذوالجلال هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما معرفی کرد. دیگر رسول الله صلی الله علیه و که الله سبحانه و تعالی المالک الملیک المالک الملک والملیک، میگه این ذات هست که فرمان روای حقیقی هست. امام مسلم روایت میکنن علی بن ابی طالب عن رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه علی بن ابی طالب رضی الله عنه میگه از رسول الله صلی الله علیه و سلم انه کان اذا قام الى الصلاه، وقتی که رسول الله به نماز برمیخواست، قال میگه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، میگه من روی مدار به اون ذاتی که فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك. ببینید اینجا میگه اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، یا الله تو فرمان روا هستی، نیست هیچ کسی مستحق از اینکه اطاعت و عبادت شود بغیر است. فرمان روا تو هستی و اطاعت باید از تو شود. انت ربی، تو رب من هستی، و انا عبدک ظلمت نفسی و اعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا. این ما شما خوانده بودیم قبلا، ترجمه هم کرده بودیم انه لا یغفر الذنوب الا انت واهدنی لاحسن الاخلاق لا یهدی لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. دیگه میگه باز رسول الله و اذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم إن لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. اینی است که این حدیث شریف ما شما قبلا خوانده بودیم دیگه. رسول الله میگه که الله سبحانه تعالی رب همه و ملیک همه می باشه. وقتی که ابوبکر صدیق برش گفت که برای ما چند کلمه رو یاد بده، باز رسول الله چی گفت؟ برش گفت که اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده رب کل شیء و ملیکه. قبلا ما شما بیشتر ترجمهش خواندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.